با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان. بابک هستم، مدیر و مؤسس شرکت ریو اسکیلبریا ایست واقع در کشور امریکا ایالت میشیگان. با ما همراه باشید دوستان در این کانال مهاجرتی. اگر کانال ما رو دنبال کرده باشید دیدید که ما در مورد موضوعات مختلف مهاجرتی به امریکا برای شما ویدیو ساختیم. از قبیل ویزای توریستی، ویزای مهاجرتی، سرمایه گذاری برای شما گفتیم که چجوری میتونید بیزینس خودتون رو راه بیاندازید. اگر کانال ما رو دوستان سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و یا موضوعی در مورد مهاجرت به امریکا مد نظرتون هست در کامنت ها به ما بگید. ما برای شما ویدیو میسازیم و نظرات خودتون رو هم به صورت کلی در کامنت ها به ما اعلام بکنید. عزیزان در این ویدیو به بحث چک ها میپردازیم. در امریکا به چند گونه هست، چجوری میتونید استفاده کنید، معایب و مزایای هر کدوم چی هست. در ویدیوهای قبل اگر دنبال کرده باشیم ما در مورد افتتاح حساب بانکی صحبت کردیم، چکینگ اکانت ها رو توضیح دادیم، بانک های مختلف رو بررسی کردیم و در این قسمت بیشتر در این مورد توضیح میدیم. خب مورد اول پرسونال چک هست که شما میتونید با افتتاح حساب چکینگ اکانت دسته چک مربوط به خودتون رو داشته باشید. ما در اینجا یک نمونه دسته چک رو مشاهده میکنیم. خب 50 برگی هست. دسته چک ها عزیزان در امریکا به این صورت هست که آدرس شما و مشخصات شما در بالا ثبت میشه و در این قسمت عنوان میشه که شما چک رو میخواید در بچه کی صادر بکنید. پایین هم اماونت هست، مبلغش رو باید بنویسید و در این باکس که مشاهده میکنید مبلغ رو به عدد بنویسید و در این قسمت هم امضا باید بکنید. اینجا هم برای خودتون هست، برای یادآوری هست که چک در بچه کی صادر کردید. در پشتش هم عزیزان اگر مشاهده بکنید در این قسمت اگر چکی را از دست کسی گرفتید و میخواد به حسابتون بخوابونید، اینجا نام و نام خانوادگی خودتون رو بنویسید و امضا میکنید. میتونید به راحتی عزیزان موبایل دیپازیت انجام بدید، به معنی که شما اپ های مختلف بانک ها رو بر روی گوشیتون دارید. وقتی وارد اون اپ ها میشید گزینه به نام موبایل دیپازیت هست، چک دیپازیت هست. از پشت و روی چک عکس میگیرید و به حسابتون میخوابونید. اصولا 2 تا 3 روز مبلغ به حسابتون میاد. نکته ای که در مورد پرسونال چک ها باید خدمتتون عرض بکنم این که به راحتی شما میتونید دریافت بکنید بعد از افتتاح حساب چکینگ و جایگزینی برای پول نقد هست. شما میتونید به راحتی خرید انجام بدید باشون. اگر کارت هاتون رو، کردیت کارت ها، دبیت کارت هاتون رو همراهتون ندارید، از این کارت ها از این چک ها استفاده بکنید و به فروشگاه گروسری میرید، سوپرمارکت ها میرید، اونها چک رو قبول دارن و براشون چک می‌نویسید به تاریخ روز و خریدتون رو انجام میدید. حواستون باشه عزیزان اگر چکاتون مفقود شد حتما به بانکتون اطلاع بدید. جلوی دست چک ها رو میگیرن و دیگه اعتباری نخواهد داشت دوستان. مورد بعدی این هست که حواستون باشه چون به منزله پول نقده وقتی چک رو صادر میکنید حتما پول در حسابتون باشه. بانک ها پالیسی های مختلفی دارن، 1 بار 2 بار 3 بار این اجازه رو به شما میدن که شما پول در حسابتون نباشه چک صادر کنید. وقتی چک به حسابتون اومد اون رو براتون پر میکنن، به ازاش یک جریمه ای میگیرن. مبلغ چک رو باید که بهشون بدید، یه مبلغ هم اضافه $30 $40 هزینه میگیرن که شما پول در حسابتون نباشه. اما حواستون باشه که همیشه وقتی چک صادر میکنید وجه در حسابتون باشه، چون بعد از چندین بار حساب شما مسدود میشه و حساب شما رو میبندن، به عنوان مشتری بد حساب شناخته میشید و این در رکورد شما عزیزان ثبت میشه. اینجوری نیست که فکر کنید هیچ تأثیری نداره. حواستون باشه دوباره میخواید اقدام بکنید دست چک بگیرید. دست چک ها مهمه و داشتنش برای شما نسبتاً ضروریه. مورد دیگه که باید خدمتتون عرض کنم مانی اوردر ها هست عزیزان. شما برای خریدش به گروسری استور ها، سوپرمارکت ها، به پست آفیس ها، مراکز مختلفی به فروش میرسونن. خب اونها تضمین شده هستن. شما پول نقد رو به اون
بلدیه اون بخش میدید و مانی اوردر $500 $600 $1000 دریافت میکنید. خیلی از فروشنده ها و این خدمات رو ارائه میدن مانی اوردر ها رو قبول دارن و شما باید مانی اوردر ها رو براشون تا یک USCIS میخواین پرونده مهاجرتیتون رو فایل کنید، حتما از شما مانی اوردر میخوان و بخش های دیگر. بعضی از مالکین املاک شما میخواید خونه ای رو اجاره بکنید، میگن حتما اجارتون رو به صورت مانی اوردر به ما بدید. پرسونال چک رو قبول ندارن به همون دلیل که ممکنه چک ها برگشت بخوره و اونها نمیدونن پرسونال چک شما چندمین بار هست که پول در حسابش نیست. برای همین چون اعتبار بیشتری دارن مانی اوردرها، مراجعه میکنید، تهیه میکنید، قیمت داخلش هست، ارزشش مشخصه، فقط در وجه چه کسی رو داخلش پر میکنید، آدرس خودتون رو هم قید میکنید. عزیزان حواستون باشه مانی اوردرها وقتی که خام هستند، هنوز اطلاعاتی داخلش نیست، رو گم نکنید، چون اگر گمشون بکنید هر کسی که اونها رو پیدا کرد میتونه پر بکنه و پیگیریش بسیار سخت هست که شما بخواید ویدش بکنید و باطلش بکنید. به صورت تضمین شده هست و شما اگر چکینگ اکانت هم ندارید، پرسونال چک هم ندارید، میتونید از مانی اوردرها استفاده بکنید. یه مبلغی رو هم شارژتون میکنن، $2 $3 برای $800 باید پرداخت بکنید. قیمت ها متفاوت هست بسته به اون مبلغی که دارید دریافت میکنید پول اون کارمزدش. اونها رو تهیه بکنید، به سوپرمارکت ها، به فروش پست و مراکز دیگه مراجعه بکنید و اونها رو میتونید به راحتی دریافت بکنید. پول نقد میخواد عزیزان. مورد دیگه که باید خدمتتون عرض کنم کشیر چک ها هست. کشیر چک ها چک های تضمین شده ای هست که شما به بانکتون رجوع میکنید و درخواست کشیر چک میکنید. اونها هم کارمزد دارن، کارمزدش یه مقداری از مانی اوردرها بیشتر هست. برای خریدهای بزرگ استفاده میشه که فروشنده به شما میگه من فقط مانی اوردر از شما خرید میکنم، قبول میکنم برای خرید اتومبیل، خرید مسکن، که این چک های تضمینی در وجه فروشنده فقط صادر میشه. رجوع میکنید، تقاضای کشیر چک میکنید، بانکتون اون مبلغ رو از حسابتون کم میکنه، اون چک رو صادر میکنه و شما در صورتی هم که مفقودش کردید باید سریعا به بانک رجوع بکنید و جلوی چک رو بگیرید. برای شما یک چک دیگه صادر میشه عزیزان و خب چکیست با تضمین بالا و شما از اونم میتونید استفاده بکنید. خب دوستان به انتهای این ویدیو رسیدیم. ممنونیم که با ما همراه بودید. کانال ما رو دوستان لایک و سابسکرایب کنید. با امید دیدار مجدد شما خوبان. خدا نگهدار.